ما باز هم در برنامه مهربانی امروز آمدیم به یکی از خانواده‌ای که واقعا مستحق هستند و مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارند. دیگه از امام صاحب میامد سنت خوار میرفت، دیگه شوهر مر میخوردم بند جنگ. در خانه کی کار میکنه غیر از شما؟ خودم کار میکنم دیگه، خیاطی میکنم، روزگار اولاد رو دمی خیاطی 1.5 خیاطی مردم میکنم. خودم هم دیگه دمی سرایی مرا موتر زد. بیشتر بر ما گفتین که آل صاحب خانه گفتن که ما از پیشتون کرای خانه را میگیریم ما را، حالا پین روزگارتان کسی دیگه نیست که شما را حمایتی گپا بکنه؟ برادر شما، ایوار شما کمک میکرد دیگه. خیلی وقت میشه که این 2 ماه 3 ماه میشه که بر ما همکاری هم نکرده دیگه. مهندساشان ماشین گرفته دوجه. شما گفتین که این پسرتان مریض است، پیش دکتر بردین، چی گفت دکتر؟ دکتر گفت که عملیات میشه بعد دیگه من چاره‌اش نداشتم، پیسه نداشتم که عملیاتش میکردم. با نام خدا و با عرض سلام خدمت همه شما دوستان، آرزو میکنم که همتان جور و صحت و سلامت باشین. دوستان خوش آمدین به برنامه مهربانی. دوستان از این قسم که شما در تصویر دیدین، ما باز هم در برنامه مهربانی امروز آمدیم به یکی از خانواده‌ای که واقعا مستحق هستند و مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارند. هزار سپاس میکنم از بنیاد خیریه امید حیات که خانواده را کمک و همکاری کرد و ما خواستیم که می درد دل که امی خانواده دارن و مشکلاتی که فعلا سر راهشان است ازشان پرسان بکنیم، ببینیم که اونا چی گفتنی دارن. امیدوارم که توسط اخیر ما را همراهی بکنید و همچنین سابسکرایب دکمه زنگوله یادتان رو و همچنین ما را حمایت بکنید تا باشه که برنامه خوب تقدیم شما رسا بکنیم. سلام خدمت شما خاله جان، خوب هستین؟ صحتمند؟ میشه که خودم معرفی بکنین کی هستین و نامتون رو بگین؟ خودم اسمم فریبا نام دارم. خانم فریبا، شما از کجا به کابل آمدین؟ میشه این داستان زندگیتان که تو از کجا آمدین، چرا آمدین بر ما قصه بکنین؟ از تخار آمدیم دیگه. شوهرم که دوجه شهید شد، 2.5 سال میشه شوهرم شهید شدنش. دیگه از امام صاحب میامد سنت تخار میرفت، دیگه شوهر مر میخوردم بند جنگ شهید شده. بعد از اون دیگه نمی مشکلات هایی که در خانه ما آمد، خودم روزگار خانه رو خودم پیش می بودم دیگه. در خانه یک دکتر کار میکردم، کلوچی مردم میکردم. روزگار خانه ما به یک حالت دیر میکردم که بسیار دیگه زندگی ما خراب بود. از جا خیستیم آمدیم این کابل
دیگه سرای شمالی بر ما یک همکاری میکرد دیگه می قالی نمیدونم سیدانه توشه که بر ما همکاری کرد چلاق بودیم بیش. چقدر وقت پیش؟ این تقریبا 1 سال شد دیگه دمیجا آمدن دیگه سرای شمالی بودیم همونجا خیمه گکا داده بود کلگی دیگه دمیجا زندگی میکردیم باز دیگه از اونجا آمدیم اینوی اولیا دیگه اولی دیگه در دوغابات میشیشتیم دیگه از اونجا اینجا کوچید آمدیم 3 ماه میشه که دمی اولیا آمدیم دیگه تنها پیسه کرای اولی رو ندادیم. 3 ماه میشه کرای اولی رو ندادین و شوهرتان هم در تخار شهید شد. خداوند بخشین. شوهرتان چی کار میکرد؟ شوهرم دکتر بود. خداوند ببخشیش. شما وقتی که از تخار آمدین در کابل و اینجا که فعلا حالا 3 ماه شده کرای خانه قرضدار هستین، چند کرا میتونین؟ 6,000 روپیه کرا میدم. 6,000 کرا. بله. در خانه کی کار میکنه غیر از شما؟ خودم کار میکنم دیگه خیاطی میکنم روزگار اولاد رو دمی خیاطی یک نیم ساعت خیاطی مردم میکنم خودم هم دیگه دمی سرایی مرم موتر زد کمرم موره کمرم پایین چیش دیگه این تماسی ما میشه خودم از کار مانده می بچه یکم هم دیگه چوره داره خودم هم یک دانه داشت که هم برامده دیگه و 6 تا خیسته نمیتونم روزگارم هم بیشتر خراب بود خیاطی هم کار نمیتونم. خیاطی چطور است روزانه روزه؟ میشه دیگه همسایه رو میکنم اگم تو دیگه میاره دیگه تو روز هر روز هم کسی نمیاره خیاطی این تو روزگار تیر میشه پیسی از دیره نداریم که دیگه روزگار خانه رو پیش ببریم زندگی ما رو پیش ببریم گاز پر کنیم 150 روپیه دیگه پیسی نان خشک ما نمی باشه یا پیسی یک دوای اشتکای مریض می باشه پیسی از رو نداریم یا رومی یا مثلا رومی سای خانه دیگه. شما همین 2 طفل دارین؟ نه 5 تا طفل داریم. اولاد دارین شما؟ یا 2 دانه بچه یک دارم 3 دختر دارم. این پسر کلانتان است؟ 2 تا دوگانی است. شما گفتین که این پسرتان مریض است پیش دکتر بردین چی گفت دکتر؟ دکتر گفت که گفت عملیات میشه بعد دیگه من چارهش نداشتم پیسه نداشتم که عملیاتش میکردم خستم آمدم خانه. بله دوست عزیز چقدر مشکل است که در یک خانواده مادر که خودش هم مریض است و مشکلات اقتصادی دامنگیری خانواده شده و همچنان خودش یک بار خودش هم بیچاره را موتر زده و پسرشان که میبینین از اینکه مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارن و خودش هم تکلیف داره اینا را حتی پیش دکتر بردن نمیتونن و هیچ مادر خوش نیست که اولادش مریض باشه و پول باشه در خانه و اولاد خود نره پیش دکتر نبره و ای که پیش دکتر برن و دکتر برای ما پیشنهاد کرده که اونا باید عملیات شود و ای که پول پیسه عملیات ندارن خیلی مشکل است خیلی دردآور است. کسایی که برنده هستین تاجرایی که واقعا اگر دل میسوزن اگر واقعا از بس توانتان میشه بیاین این خانواده رو کمک بکنین دستیاری دراز بکنین که تا باشه این خانواده همیشه خوش و خوشبخت باشه و این وظیفه دینی و ایمانی ما شماست که من یک مسلمان باید از با خانواده که اگر نیاز است ما باید از کمک همکاری بکنیم. باز هم ایسا رو سپاس میکنم از بنیاد خیری امید حیات که خانواده رو دستیاری دراز کرده و با این خانواده کمک همکاری کرده. خاله جان میشه برامون بگین که این طفلکایتان هم مکتبی گپا میرن نمیرن؟ بله مکتب در تخار میرفتن دیگه در اینجا بچه یک ما سپورتیشو ناوردیم در کابل دیگه در اینجا در کورس درس میخوان دمو میشه که چی تنهایش ندادیم دیگه پس کشیده میشه دیگه پیسش هم ندادیم دیگه هر روز درمه زنگ میزد که پیسه فیس کورس شد فیس کورس شد دیگه تواناییش نداشتم ندادیم کشیده میشه. چقدر مشکل از دوستای عزیز که در خانواده که مشکلات اقتصادی دامنگیری خانواده باشه و اگر باشه که بالاخره اولاد زیب از ثمر برسه و یک کار خوب پیدا بکنه که تا باشه خانواده خود حمایت بکنه. مادر که پول دستش نباشه و پول نداشته باشه که بچه‌ش بره درس بخونه این روز روزگاری این زندگی از جوانان چی خواهد شد؟ بیاین دستیاری دراز بکنیم و اگر از بس توان ما میشه با این خانواده را ما باید از هیچ وقت فراموش نکنیم و این خانواده را کمک همکاری بکنیم تا باشه که سایر کسایی که اگر نیازمند هستن و اگر واقعا ما از بس توان ما میشه با حمایتشان بکنیم که از این حالت که مشکلات اقتصادی که فعلا دارن که دامنگیری تمام مردم افغانستان شده و بعضی از خانواده‌ای که مثل می خواهر ما که از ولایت تخار اینجا آمده و بسیار مشکلات اقتصادی خیلی زیاد داره همراهشون کمک همکاری بکنیم. میشه بر ما
بگین که شما بیشتر بر ما گفتین که آل صاحب خانه گفتن که ما از پیشتون کرای خانه را میگیریم سیما را حالا پین روزگارتون کسی دیگه نیست که شما را حمایتی گپا بکنه برادر شما ایوار شما کمک میکرد دیگه خیلی وقت میشه که یعنی دو ماه سه ماه میشه که بر ما همکاری هم نکرده دیگه دوستایشان ماشین گرفته در ماشین کار میکنه دیگه از خاطر دیگه ما شما را نگرفتیم دیگه از خاطر بر ما رایی هم نکرد ما منتظر همو کردیم شان از صاحب اولیده که شما بیارم کن بر ما پیسه آلا میکنم و پیسه کرای شما را میتونم دیگه همو تا شیشتیم دیگه که تا منتظر رایی کنه بر ما خدا بزرگ است خدا بزرگ است خداوند مهربان است و ای که ما وقتی که میبینیم باز به مو شیر یادم آمد که میگه ره نیک مردان آزادگی 20 ساله دست افتادگی اگر ما وقتی که میبینیم یک خانواده و یک کسی که واقعا نیازمند است و کرای خانه را داده نمیتونه پول نقد در خانه خود نداره و از لحاظ اقتصادی بسیار مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارن و تفلکایشان هم مریض است خودشان هم مریض است ای که اگر واسه توان ما میشه ای که ما وقتی که ببینیم اگر همسایه ما هست هر کسی که اسم نیست یک مسلمان بین همراهشون کمک همکاری بکنیم باز هم بسیار سپاس میکنم از بنیاد خیری امید حیات که خانواده را کمک همکاری کرده در برنامه مهربانی و اگر شما هم دوست داشتین که خانواده را کمک بکنین روی اسکرینای برنامه شماره تماس ما هست شما میتونین که به شما تماس بگیرید و اگر میخواستین که خانواده را کمک بکنین کمک همکاری بکنین میشه برام بگین خاله جان که جدا از که همین بنیاد خیری امید حیات امروز شما کمک همکاری کرده تا بال کدام نهاد از طرف دولت کمک همکاری امروز شما تا بال شدن نشدن کسی بر ما همکاری نکرده تمام آقا بیدر بر ما گفت آدمی زمستان همکاری کرد دیگه کسی بر ما همکاری نکرده تا بال براتون کمک همکاری نکرده هیچ کس نکرده تشکر خاصتان پیامتان از کسایی که دارنده هستن تاجرین و بنیاده خیری که از خواستم و پیامتان بر از اونا چی است؟ ما همی است که اونه بر ما اگم کاری کنه برشان دعا میکنیم اولادایم خودم برشان دعا میکنیم نماز میخوانیم دیگه دعا میکنیم که خداوند اجر بتشانه سلامت باشین خب این پسرتان که گفتین مریض است امروز خود از نام یک چند دقیقه گپ بزنیم شما میشه اینجا بیاین ببینیم که شما نام خودت چی است؟ محمد خب نام مقبول داری محمد جان و همین نام محمد هم که از در خانه برکت میره خب محمد جان چند سال است خودت؟ خودم 10 سال است. 10 سال هستی نام خدا مکتب میری نمیری؟ در تخار بودیم میرفتیم ولی سیپارچی من نیاوردم اگر نه دوست داری که مکتب بری؟ بله خب در تخار صنف چند بودی؟ صنف 2 بودم که آمده خب صنف 2 بودین یک سال هم خود توسطی که کابل آمدین دیگه تابال اطلاق مندی یا پا بدرسی یا پا خداری بخیر بله خب بسیار خوب موفق کامگار باشی و پیش دکتر دیگه تابال خود مراجعه نکردی پایکای زیاد درد میکنه؟ بله بله دوست عزیز و این طفل معصوم و این که نام خدا میبینین بچه هوشیار و ذکی ولی مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارن و این که خود از هم تکلیف داره اگر از واسه زبان ما میشه بیاین نمی محمد جان کمک بکنیم که تا باشه بخیر همین حالت که مریضی که داره بخیر نام برطرف شوه و این مریضی از هم با بسیار یک پول ناچیزه که شاید نهایتا 12,000 یا 15,000 افغانی شوه که اینا چرا هستن به خاطر زمین نمیتونن راه گشته و تا پایشان درد میکنن خوب است که ما اینا را همکاری بکنیم هزار سپاس میکنم از شما دوستان که تا ما را همراهی کردین سلامت باشین زنده باشین و این بود برنامه مهربانی هفته ما که تقدیم شما کردیم اگر شما هم دوست داشتین که با خانواده‌ای که میخواستین حمایتشان بکنین کمکشان بکنین روی اسکرینای برنامه شماره تماس شما هست شما میتونین که تماس بگیرین و کمک همکاری بکنین و همچنین سابسکرایب دکمه زنگوله یا تانه را اظهار سپاس میکنم از بنیاد خیری امید حیات کی خانواده را مواد ارتزاقی کمک کرده و اون مواد ارتزاقی که بنیاد خیری امید حیات که به خانواده کمک کرده امروز تقدیمشان بکنین تا برنامه بعد خدا نگهدار بدرود